کابوس اصلی و بحران جدی و غیر قابل اجتناب خامنه‌ای نمایش انتخاباتشه که بدجوری به گوشه رینگ میرونتش. رژیمی که اصلا ظرفیت یک قرون مانور رو هم نداره، حالا حسابشو بکنین که بخواد وارد تلاطمایی بشه که نمونهش در سال 88 دیدیم که تأثیراتش رو در شکستن طلسم خامنه‌ای به جا گذاشت. این بار در دوران سرنگونی این رژیم کابوس انتخابات اصلاً برای خامنه‌ای قابل تحمل نیست. این هم زبان حال خودش در توضیح این مشکل. دلم خونه تو این نظام از انتخابات اصلا بریخت ما نمیاد. میخواستم نظامم بشه تک‌پایه، واسه محمود خودمو کردم ضایع. کوسه رو کردم من تو بوتی، محمودی انتر شد من لوتی. پاسدار دوزاری دولت پاسداری پیش نبودن کاری خواستیم بگازی اتم بسازی اما حالا درازی. سال 88 دوباره آوردمش، فتنه ای شد گیر کردم توی پیچ و خمش. طلسمم شکسته بادم خوابیده، چه گندی محمود بریشم کشیده. با رحیم مشایی چرخیده، لعنت برداشت واسه من روز و شب ارد میده. از جا در رفت محمود تک تلا شد واسه ما، بلا برد ما رو تو خلابای. محمود شاسکول میکشه بدجور بریش عظما پنجور. کسی فکر نکند که رأی مردم فقط یک کاغذ است، با کوته بینی تصور نکند که میتواند جای مردم تصمیم بگیرد. محمود دیگه به هیچ صراطی راست نمیشه، همونطور که قوم هیچ وقت لاس وگاس نمیشه. تو مجلس دائم در جنگ و گاریزه، دل و رو دمون و رو میز میریزه. من حالا بگو چی کار کنم، بحرانو چطور مهار کنم. چطوری؟ میخوام خفش کنم، دونو چپش کنم، اما نمیتونم. وای میترسی باشه رو ما سواشه، رو سرمون ها باشه. جاهل اون کاری رو در آخر میکنه که عالم در اول میکنه. ایول اسکول حرفای درست راستی زدم. بریم ببینیم دیگه چی میگه. حاجی بازم از این بحث ها داری؟ بحث خیلی زیاده، من هم سعی میکنم فشرده عرض بکنم. اجمالاً نه بیخیل اجمال، میخوایم یکم راجع به مسائلی که تو بیت عظما هست و رشته تخصصی خودتونه برامون ببافی. آخه داستانای اندرونی عظما و دود و دم و سیخ و توپلی و بس واسه ملت خیلی مهیج و جالبه. گرچه اون مسائل دیگه هم خوبه و اونم نفی نمی کنم، ولی من حس کردم که اولویت برای خودم اینه که این رشته رو انتخاب کنم. اوه کی میره این همه راه رو بعد از 2 قرن دنبال انتخاب رشته است؟ آخه پیری اونو بده واسه 100 سال دیگه. الان واسه خنده عید ما چه موضوعی رو دوست داری بریم روش؟ موضوعی که من در نظر گرفتم موضوعی است که مقام معظم رهبری به نام سبک زندگی تعبیر کردند. سبک زندگی؟ یعنی چی کار کنن؟ هر کسی رو خط خودش عمل کنه، حرکت کنه
و کار دیگرون نداشته باشه. خب بابا بلا نسبت میشم این خرط و الاغی که نظام الان توش گیر کرده، سیدان از یه طرف میکشه، عنتر از یه طرف دیگه جفتک میزنه، مگه نه؟ راستیاتش تو خودت ته دلت از این جفتک چارکشا و مشکلات راضی هستی؟ ما باید مشکلات را تحمل کنیم، سختم هست، حرفی هم درش نیست، ولی چاره ای هم نیست. تحمل نکنیم چیکار بکنیم؟ آخ که از ته دل عظمایی که زرتش غمسور شده گفتی، داری کم کم میای تو با. حالا میشه یکی از اون مسائلی که باز تحمل کنی رو بگی؟ یه مسئله که اگر نگران تکرارش نبودیم لازم نبود من مطرح بکنم، این مسئله پیامی است که به چاوز داده شد و این بدعتی که گذاشته شد. بدعت؟ بابا یارو بلا نسبت الاغ چه نیست، یه زمانی عنتر عظما بوده، حلواش میکردید، پروفسور و دکتر به دنبش میبسید، حالا دم آخری شد بدعت. حالا مگه چه عیبی داشته؟ من نمیدونم، ای کاش بعضیا که می‌خواستن یه حرفی بزنن 4 روز درس می‌خوندن، میرفتن توی حوزه علمی 4 تا کلمه یاد می‌گرفتن. آکس تو هم وسط دعوا نرخ تعیین نکن. البته اگه حوزه میرفت که خرتر از این میشد. خب بگذاریم این کارو واسه چی میکنه؟ خاندایی ما پریشب میگفت حسین این یارو عنتر با یه منظورایی سیخو میکنم اینجوری زیر پالون عظما. آزار رسوندن این خودش یه عنوانه. عنوان؟ آره عنوان شطرک زدن به تریپ عظما. ولی خب طرف ناسلامتی رئیس جمهور نظامه، رئیس دولته. این دیگه نشانه درجه دولتی نیست که هر چیزی دلش بخواد به سینه کسی بچسبونه. نه تو بمیری سراغ اون یارو مشایی نرو که تا 13 به در باید عظما بیاریم و باقالی بار کنیم. ولش کن بابا، حالا یارو یه حرفی زده دیگه. چه دلیلی داره؟ میگه آدم هرچی به زبانش میاد باید بگه. آدم که نه، ولی خب این یارو عنتر نظامه. اما بالاخره نامسلمونه. بابا داغونش کردی، حالا یه شکر مفتی خوردیم بدبخت، میگی چیکارش کنیم با این کار تابلویی که کرد؟ این تابلویش تو پیشونی اشخاص باید نصب بشه، بدونن این کار رو نکنن. که چی بشه؟ اجمالاً این بدعتی گذاشته شد، امیدوارم تکرار نشه، دوباره یکی دیگه رو این مدال به سینه‌اش نزنند و اربابشون هم نخوان بیارن در ردیف چاوز و امثال اینا. واقعا این کار درست نیست. چاوز نگو، چاپز بگو که کلی پولای نظامو چاپید. البته آخرش ریق رحمت و لاجرعه سر کشید و رفت فنا. حالا اون بیخی اگه یکی دیگه دوباره این کارو کرد چی؟ هر کسی که این کارو بکنه صلاحیت به هیچ وجه برای هیچ پستی نداره. صلاحیت؟ شکر کپون یه سالتو مفتی خوردی ها، مگه از این چیزا هم تو نظام ولایت پیدا میشه؟ اما حواست باشه اینا یه باندن که نقشه واسه عظما کشیدن. خدا انشاءالله یه عقلی به همه بده و ما رو از دست این دیوانه ها نجاتمون بده انشاءالله. آره آرزو بر جوانان عیب نیست، تو 1004 منتظر باش. رینگ. ببین تلفن داره زنگ میزنه، میکنه گوشی بعد دیگه. رینگ. شاید یکی خبر خود داره، بعدم که تو رفتی یه گوشه تست کردی. دوست من این خبر خیلی خوبه، اما خبر یک مدرش منتظرش بودی. یه نگاهی تو کوچه بطور. رینگ رینگ. همه دارم میزنن و میرخشن. هی اصلا چرا من خبر رو بهت بگم؟ خودت باید تلفن جواب بده. مهران کجایی منم اشمت؟ همونی که حق میزدم 4 تا 6 ملقی دور خودت میزدی چه آقا رو؟ چی شده بدونم اسم و چی مهران دینامیت؟ چشم ما رو دور دیدی؟ بیا بیرون که میخوام فیتیلت رو روشن کنم. دم محل ما شیشه بطری میشکنی تو؟ دم محل ما؟ بیا بیرون منم اشمت گرگ پامنار 1 نبود. تنها اومدم، تنها. بیا بیرون ببینم چیکار میخوای بکنی. مهران یادت نرفته که خودکار تو جیبت جوهر بس میداد، حالا واسه من تیزی میزنی تو جیبت که چیکار ملت رو غلاویز بکنی. بیا بیرون ده. اومدم یه بار واسه همیشه پنبه شجر نومچه تو جلوی همه طرفدار و مرفدارا چوق بزنم تا همه حساب کاری هستشون بیاد چه کار فاس کنن. نفهمم چرا تو سایه‌ای. بیا تو آفتاب ما تو سنتر کنم. آقا رو
چی شده حشمت خان بابا؟ چی شده استدیو رو گذاشتی رو سرت؟ به 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 سحرم دولت بیدار به بالین آمد. گوهر در فلک از ژاپن و چین آمد. خیلی کرتیم، خیلی مخلصیم آقا مهران. عبدتیم، عبیدتیم، نوکرتیم، کوچیکتیم، مریدتیم. خلاصه خیلی مخلصم. اومدم اینجا که تو 7 آسمون پرنده بی اذن جل کنه رو پیکنیکی کسش بدم جون آقا مهران. شرطم. عید شما مبارک. عید شما نوروزتون پیروز. آقا این داستان سر و صدا چی بود میامد؟ ما الان داشتیم میامدیم. والا من اومدم همین ببینم جون مهران. اومدم ببینم اینجا مگس تو هر ویز کنه ویزونشو واویلا کنن جون داداش. خب حشمت خان والا الان دیگه دیدارای ما با شما سالانه شده دیگه. قبلا این افتخار رو داشتیم که هر از گاهی می اومدیم کلانتری سند میذاشتیم آزادت میکردیم. حالا دیگه کمتر آفتابی میشی این طرفا. کوچیک آقا مهران فقط اومدم بهت بگم من میگم تو لیسنینگ کن. میدونی اوضاع خیته. اوضاع نه که خیته پیته. این روزا هر گندلاتی یه خود ولوم به صداش میده پازشو میزنم. اومدم اینجا بگم که از حشمت خالتوری به همه گندلاتای خاورمیانه و هومه. جدی؟ چه دیکتاتور چه جنراتور. خلاصه زودتر غلاف کنین تا غلاف دونتون نکردن. اومدم همینو بهشون بگم که این بوکه میشنوی ها. خلاصه کباب سلطانی تیار نمیکنن. دیکتاتور و گندلاته که دارن داغ میکنن جون داداش. باریکلا حشمت خان، باریکلا حشمت خان. معلومه گوشی رو دادن دستت ها، یعنی سر عقل اومدی. کوچیک داداش قربونت برم. ایشالله هرچی خاک شماست باقی عمر ما باشه. عافیت باشه. ایشالله یه روز شما با خانواده. حشمت خان چیکارا میکنی؟ هستیم والا به قول یارو گفتنی که آب که از سر گذشت قورباغه هفتیر کش میشه. یعنی چی؟ این یه مسئله قدیمیه به سن تو قد نمیده. یعنی میخواستم بگم خلاصه ما هم خلاص کردیم انداختیم تو جاده هفتم، رفتیم تو هنر هفتم، رفتیم تو کار سینما و تئاتر و مستند سازی. جدی میگی؟ آره دیگه. آقا رفته تو کار سینما اصلا به تیپت نمیخوره. علمشو داری؟ اکی آقا رو بگید این چیه؟ بابا یه تیکه برات بروسلی اومدم. بروسلی دیگه اومدم تا هم خلاصه حد خودتو بدونی تو لاین خودت برونی. مهران جان یکی آقا رو اون موقعی که داشت تو سینما شهر فرنگ سر اکران فیلم دختر لور ساندویچ تخم مرغ میفروخت هنوز فلسفه وجودی شما زیر علامت سوال بود. حالا چی شده واسه ما سنگ علم واسه رفت کویاشی. بابا حشمت خان من که چیزی نگفتم. من فقط منظورم این بود که در زمینه سینما تو چه ژانری کار میکنی؟ سبک چیه؟ ژانرم ژامبونه، سبکم سبکی. ولی مهران یه تیکه براندویی اومدی نفسم من اومد جونه مهران. من؟ آره یه خورده بچخ این بری باری که اخو ماشالله پسر این همه شرارت رو کی تو چشات کاشته؟ چشای من؟ آره بابا شرارت چه مال عینکمه. حالا عینکته؟ آره بابا عینکش در ببینه بدمون عینکو بابا روی یاد تو بردی. آقا رو ببین مهران به جون تو یک فیلم میخوام کلید بزنم. انگار سناریوشو رو فیس تو نوشتن جون مهران. فیس من؟ آره بابا دست بردار ما این کارا نیستیم. نه مهران نه که فکر کنی خوردن به پیسی بازیگر و اینجور داستانا. نه به جون داداش اینجوری نیست. از سه دروازه دولاب تا در پیچ شمرو بازیگر صف کشیده تاف به تاف. از مدیمون گرفته تا احمد عمومی. آقا رو فکر میکنه بازیگر کم آوردم. ولی یه چیزی تو این فیس تو خوابیده که تو صورت هیچ کدومشون نیست. یه احساس نمیدونم یه چیزیه. چیه؟ بس ببینم. این خال سر پیچ چشماته. ببین مهران یا تو فیلم حشمت خالتوری بازی میکنی میشی آکتورش یا اینکه من میدونم تو یه زامندار دست زنجون. عجب گیری کردیم آخه. حالا اسم فیلم چی هست؟ فیلم نگو طلا بگو. اشوشه حسن کچل. بیا این همه تعریف و تمجید آخر ما رو میخوای بکنی حسن کچل؟ خب چرا ناراحت میشی مهران؟ بابا اینجوری اخ نکن با کلا واسه من. باشه بابا نقشو تو عوض میکنم. تو میشی داش چلگیز. البته اونم
کچله ولی خود نره. چنجش میکنم پرو هیکلت میکنم جون داشت، پرو هیکلت میکنم. برو آماده. نور صدا تصویر شو. بابا چی نور صدا تصویر برنامه عید آخه تو کدوم هنر بیشتر دیدی همینجور دوغکی بره توی فیلم بازی کنه؟ مهران جان یه سوال ازت بکنم. بگو. ببین چرا اینقدر اصرار داری که این آخرین بهار عمرت باشه؟ یعنی چی؟ ببین داداش کن مرتاح منی، یعنی با من راحت باش. ببین نبض زندگی تو الان دست منه، نبض این فیلم هم دست توه. دستو بده به دستم، میخوام تا آخر فیلم من باهات هستم. یعنی چی؟ یعنی مجا چی؟ بدبختی گیر کرده با فیلم چی؟ یعنی چی نداره؟ قربونت برم. نور صدا تصویر اکشن. برو ببینم چیکار میکنی. ببین فکر کن از ته کوچه دردار داری میای زیر گذر زورخونه، آروم آروم سلانه میندازی میای ببینم چیکار میکنی. برو یه تیکه ببینم چیکار میکنی. برو داداشم برو. یعنی چیکار کنم راه برم؟ برو. گفتم دیگه از ته کوچه دردار انداختی، میخوای بندازی از زیر گذر زورخونه رد چی. برو ببینم چیکار میکنی. برو ببینم. داداش مرگ من یواش. آخه مهران چه وضع راه رفتن قربونت؟ مگه داری میری کلاس زبان که اینجوری راه میری؟ آقا اگر از دم زورخونه اینجوری رد چی که با کباده کبودت میکنم عشقی. خب چیکار کنم؟ گفتی راه برو، راه رفتم دیگه. آخه چه وضع راه رفتن قربونت برم؟ چجوری راه راه رفتن برم؟ آدم باید واسه این گوشه نگاه مهران. اولش که وای میسی یه خورده درجا گرم میکنی، آره روغنکاری میکنی، دستا بالا پایین، ابروها و کلاه چشام میری سیوبین میندازی، بعد آروم تلک اینجوری بابا این چه جور راه رفتنه؟ من اردکم. بابا من 30 سال اینجوری راه رفتم، تو میخوای بگی یه جور دیگه راه برم؟ آخه از خیلی این صحنه بگذریم، یه صحنه دیگه بگو که بتونه لااقل انجام بدم. ببین آتیش زدم به مالم، دارم از دخل میدم. 40 دقیقه فیلم 50 دقیقهش بیشتر نموند. 40 دقیقه فیلم؟ یعنی 40 دقیقه فیلم راه رفتن بود؟ خب بابا ولش کن. ببین اونجا که بچه دلپاکی هستی، اونجا که بچه احساساتی هستی، میخوام ببرمت سر نقطه درام فیلم بکارمت که اون تیکه رو بری واسه من. باریکلا، من این صحنه رو خوب میتونم بازی. آره دیگه قربونت برم. ببین صحنه‌ش چیه عشقی؟ ببین صحنه‌ش چیه؟ تو نشستی تو خونه داری ناهارتو میخوری، یهو انجونت وارد میشه، بعد تو آخرین خداحافظی رو باهاش میکنی و بعد سلام نامه تمام. صحنه درامش همینه که بهت گفتم. بشین خونه نهار بخورم. آره بشین خونه نهار بخور. نور صدا این که کاری نداره. آره بشین همینجا نهارت هم بخور. آقا نور صدا تصویر اشکه. خاموش کن اون دوربینو، خاموش کن. بنده پایین پروژکتور رو، همه یه پا بالا سلام پایین. کسی اینجا رو نگاه نکنه. کسی اینجا رو برو. چی شو؟ داری چیکار میکنی؟ من نهار میخورم دیگه. اینت شو. نهار چیه؟ چیزبرگر. بابا تریس پریس بیا قرقر چیه قربون شکلت برم؟ چرا تو سناریو دست میبری؟ مگه میخوای بابا شمال ما رو چیز خور کنی؟ بابا نهار واسه ما یه چیزه، اونم فقط آبگوشت. آره قربون شکلت برم. بخور آبگوشت ببینیم بابا. آبگوشت بخور. عجب گرفتاری شدیم واقعا. این هم هر سال میاد ما رو. مهران حکم مرگ خودتو صادر کردی به اتهام اهانت به ساعت مقدس آبگوشت قدس سر و شریف. آخه بابا کجای دنیا آدم آبگوشت رو آشوب چنگال میخوره؟ کجای دنیا این کارو میکنه؟ من واقعا موندم کسی نبینه این دوره برای آبروی ما بره. بابا چیکار کنم آخه؟ پیازو بخور. پیاز کجا بود؟ عجب داستان این پانتومیمه مگه؟ دست نزن به اون پیاز. بابا پیاز مشکوب وسط گوشتم که دست رو بری بالا گروپ کوی مشکوبش کنی قربونت برم. اینم نخواستی. چیکار کنم آقا؟ بکوب گوشتو بکوب. گوش کوبیده رو بکوب. گوش کوبیدن؟ مهران نگران حال